اینجا ایران، سرزمینی که مردم سالهاست درگیر جنگن، جنگ روانی، جنگ اقتصادی، جنگ نابرابری. وقتی توی دنیا خیلی ها در آرامش معامله میکنن، اینجا هر تصمیم مالی خودش یک نبرد جدیه، نبردی بین موندن و رفتن، بین ترس و جسارت، بین سقوط و ایستادن. ما تریدرها تو دل همین آشوب‌ها یاد گرفتیم از دل طوفان مسیر بسازیم، جایی که هر روز قیمت دلار، سکه و بورس میلرزه و بالا و پایین میشه. از دل همین بی‌ثباتی‌ها ما فرصت به دست میاریم. ترید برای ما یک معامله نیست، یه جور مبارزه است. مبارزه با شرایطی که نمیخوان موفق بشی. بازار همه سعی میکنه که تو رو زمینت بزنه و تو کناره گیری کنی، اما ما یاد گرفتیم توی هر جنگی برنده کسیه که تا آخرین قدم ثابت قدم میمونه و پای اون خواسته‌ای که داره میجنگه تا به موفقیت برسه. پس نتیجه‌ای که از این جنگ ما گرفتیم، ما در دل جنگ هم میتونیم ترید کنیم، تریدهای موفق. کافیه که آرامش داشته باشیم و با حوصله بازار رو بررسی کنیم و تریدهای موفقی انجام بدیم.